دوستان عزیز توجه کنین یه دونه پیاز بزرگ خورد کنین، بعدم روغن بزین تو قابلمه، روغن که داغ شد پیاز داغ بزین توش، بذارین خوب تفته بشه، به 7-8 خرما حساشه بگیرین، قاطی پیاز رو بکنین، با کف مای تا به سرخش کنین. وقتی خوب طلایی شد هم بزنین که طلایی بشه، خام نباشه. وقتی خام شد اینا رو چیکار کنین؟ 5-6 تا تخم چیکار کنین؟ بشکنین. بعد مخلوط خرما با پیاز که سرخ شده است بریزین و شروع کنین به هم زدن. این صبحانه الان نور میشه، واقعا مقوی است. اینقدر مقوی است که تأثیرش تو روز که دارین کار میکنین و دور میرین میبینین اینقدر انرژیش بالاست، اینقدر انرژی قوی یا خوبی داره که کیف میکنید. این هم تخم مرغش من ریختم قاطیش، تخم مرغش هم قاطی کردم. بعدش تخم مرغ ها مخلوط میکنیم با پیاز داغ خرما. روغن هم که داره، زیاد روغن نباید بریزیم روش، زیاد از حد اذیت میشه. به اندازه روغن باشه. فقط ما به علت اینکه نمک برامون بده است، دکتر گفت به هیچ وجه نمک استفاده نکنید. ولی شما میتونید چیکار کنید؟ نمک میتونید بخورین، استفاده کنید. نمک رو بریزین توش، نه زیاد، کمی. بعد از این نمک رو ریختین توش، فلفل هم میتونین، هم فلفل قرمز هم فلفل سیاه، دیگه بدون میسازه آتیش کنید، اینطوری همش میزنید، صافش میکنید. یه مقدار در حد چند ثانیه درش میذاریم پخت بگیره، مغز پخت شه. که چند مغز پخت شد چیکار میکنید؟ درش دوباره ور میداریم، مخلوطش میکنیم تا هم دیگه رو خوب بگیره و استفاده کنیم. ببینید چقدر خوب لذت ببرید، کیف کنید. این الان آماده است برای خوردن. فقط سعی کنید نمک کم استفاده کنید. ما نمک قبلا میخوردیم، ما رو غذا و مرتب نمک میریختیم. حالا دکتر که رفتیم میگن از شما نمک نباید تو غذا بریزین بخورین. شما سعی کنین نمک از همین حالا کم بخورین که دوچار ما نشین. ما الان دلمون میخواد رو غذا نمک بریزیم ولی نمیتونیم. دکتر گفته اگه نمک زیاد بخورین کلیات آسیب میبینه. پس سعی کنین نمک استفاده نکنین. ما هم دیگه مجبوریم نمک استفاده نکنیم، ولی خب فلفله یه کمی کم کنیم
میپاشیم روشا که طعم و لذت داشته باشه و بخوریم استفاده کنیم. انشالله شما درست کنیم استفاده کنیم. حالا من یه بار دیگه توضیح میدم. اول یه پیاز پوست میگیریم قاچ، بعد یه مقدار روغن میزنیم تو مای تا به سرخ شه، بعد پیاز رو میزنیم تو مای تا به تفتش میده، سرخش میکنیم. بعد یه خورما حدودا یه 7-10 تا خورما برای 5-6 تا تخم مرغ، 7-10 تا تخم مرغ بس است. تخم مرغ رو استفاده بریزیم توش با پیاز داغا تفتش بدیم. وقتی تفتش دادیم پیاز داغا دوست طلایی شد، خورما هم نرم شد، بعدا تخم مرغش که آماده گذاشته باشیم. وقتی آماده شد تخم مرغ بریزیم تو پیاز داغ و خورما و شروع کنیم به هم زدن. به کم که هم زدیم در قابلمه را میذاریم که یه خود پخ بگیره تا تخم مرغ رو پف کنیم. وقتی پف کرد درش رو بندیم و مرتب زیرا رو میکنیم که ته نگیره. وقتی هم آماده شد این مشخصه طلایی است. این چقدر قشنگ طلایی شد. بعد چیکار میکنیم؟ برمی داریم با خانواده استفاده میکنیم. منم امروز درست کردم کمک خانمم که با هم دیگه این غذای خوشمزه را استفاده کنیم، یه خود انرژیمون بره بالا. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. خدا حافظ. انشالله امتحان کنیم، بد نیست، ضرر نداره. خدا حافظ.